در یک جنگل بزرگ روباهی زندگی می‌کرد که همیشه فکر می‌کرد از همه باهوشتر است. او به نصیحت دیگران گوش نمی‌داد و می‌گفت عقل من برای همه چیز کافیه. روزی روباه تصمیم گرفت بدون اطلاع بقیه از مسیری ناشناخته عبور کند تا زودتر به میوه‌های جنگل برسد. در راه جغد پیر را دید که روی درخت نشسته بود. جغد گفت شب در راه ناشناخته خطرناکه، صبر کن تا صبح. روباه خندید و گفت ترس برای کسانیه که بلد نیستن فکر کنن. چند قدم جلوتر روباه در یک تله قدیمی گیر افتاد. هرچه تلاش کرد فایده‌ای نداشت. صبح که شد شیر جنگل از آنجا گذشت. روباه با شرمندگی کمک خواست. شیر گفت قدرت من میتونه به تو کمک کنه، اما یادت باشه که قدرت بدون عقل خطرناکه. شیر تله را شکست و روباه آزاد شد. روباه سر خود را پایین انداخت و فهمید که هوش واقعی گوش دادن و یاد گرفتن است، نه خود بزرگ بینی. از آن روز به بعد روباه قبل از هر تصمیمی نظر دیگران را می‌پرسید و دیگر هیچ وقت تنها به دانسته‌های خودش مغرور نشد.